از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نوی همکاری به امضا رسید. رهبران دولت‌ها محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همه‌جانبه و شراکت استراتژی در دوران نو و عهدنامه آید به همجواری نیکو ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. طور ذکر گردید شعار اساسی این سند چنین است: دوستی ابداً، دشمنی هیچگاه. سندهای دیگر امضا شده اینهایند: پروتکل درباره همکاری میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین برای سالهای 2027-2028 و یادداشت تفاهم آید به همکاری میان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیستی چین برای سالهای 2026-2028. یادداشت تفاهم آید به تأسیس مرکز مشترک همکاری در تطبیق ذهن صنعی چین تاجیکستان و نامه‌های تبادلی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به لایحه رسانیدن کمک تکنیکی. یادداشت تفاهم آید به گسترش همکاری علمی و اینواسیونی تکنولوژی در ساحه ذهن صنعی و یادداشت تفاهم درباره تحکیم همکاری در اساس اعتماد رقمی در ساحه تجارت. نقشه چهاربینی‌ها آید به همکاری در ساحه معدن‌های سبز برای سالهای 2026-2028 و یادداشت تفاهم آید به همکاری در ساحه اداره کنی مالیه دولتی. یادداشت تفاهم آید به همکاری در ساحه صادرات و یادداشت تفاهم آید به تطبیق مشترک نقشه همکاری در ساحه رشد ذخیره‌های انسانی برای سالهای 2026. نامه‌های تبادلی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به لایحه گذرانیدن اساسناکنی تکنیکی و اقتصادی، تجدید انفراساختار گذرگاه سرحدی کلمه و خریطه‌های راه آید به همکاری علمی و تکنیکی در ساحه مترولوژی برای سالهای 2026-2031 و سازشنامه درباره تأسیس شورای کاری. در رفت سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین همچنین 15 سند دیگر همکاری در ساحه‌های اجرا، تبادل بشردوستانه، ساختمان، صادرات و واردات گوشت پرنده، صادرات میوه‌های تر و تازه به چین، اطلاعات، معارف و فرهنگ به امضا رسید.